بله بیننده‌های عزیز، حسن الله از ولایت غزنی از ولسوالی ناوه مقابل میلاد جمشیدی از ولایت هرات از کلب پهلوانی انصار اینجا اردو آمادگی های خودشان میگیرند تا اینکه تا لحظاتی بعد وارد میدان بشند و بالاخره به کشتی بپردازند. امیدواریم که مسابقه جالبی باشه و با شما عزیزان لذت ببریم. میلاد جمشیدی یک حریف خودش از پیش رو برداشت. ببینیم که میلاد جان جمشیدی در مقابل حسن الله از ولایت غزنی چه عملکردی را خواهد داشت. آیا میتونه که کمر این ورزشکار رو به زمین بزنه و پیروزی رو به دست بیاره یا خیر؟ واقعا یکی از مسابقات جالب امروز خواهد بود و میلاد جان جمشیدی قطعاً که مسابقه جالب و پرهیجانی را برای تماشاچیان خودش برمغان خواهد گذاشت. مسابقه بین میلاد جمشیدی و حسن الله از ولایت غزنی آغاز شده. ببینیم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. میلاد شانه خودش جای میده تا اینکه مقابل رقیب خودش بتونه برتری رو به دست بیاره. چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟ کی میتونه موفق‌تر عمل بکنه و کی میتونه در این مسابقه برتری رو به دست بیاره؟ میلاد جمشیدی یک مسابقه رو موفق شد که با پیروزی پشت سر بگذاره و حالا در مسابقه دیگر در مقابل حریف از ولایت غزنی قرار گرفته. او از جا بلند کرده. پیروز مسابقه راوند اول میشه. میلاد جمشیدی موفق شد کمر رقیب خودش به زمین بزنه و این گونه مورد تشویق هم در ورزشگاه قرار میگیره. میلاد جمشیدی ببینیم در تکرار صحنه. حالا راوند دوم میلاد و حسن الله و چپ راست میکنه. حریف خودش و برتری رو به دست میاره. میلاد جمشیدی امروز فوق‌العاده بوده. در یک مسابقه چالنجی مقابل حسن الله از ولایت غزنی موفق شد که برتری رو کسب بکنه با نتیجه 2-0. ببینیم در تکرار صحنه چپ راست خیلی زیبایی که استفاده کرد و کمر رقیب خودش به زمین زد و علاوه که در قند اول برتری رو کسب کرد و راوند دوم حریفی و به دلیل مصدومیت حاضر نشد، در این مسابقه هم برتری رو از آن خودش میکنه و موفقیت رو به دست میاره. ممنونیم از شما عزیزان و بینندگان چینل یوتیوب خاکساران ورزش که با ما همراه بودید. لطفاً چینل ما رو سابسکرایب بکنید و ویدیوهایی که منتشر میشه لایک بکنید. همه شما عزیزان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. بدرود.